با تو دوباره ناتوی چطوری برای بچه امیدوارم کارتون عالی باشه. رفاقت‌تر هستم در کنار قدیمی ترین رفیقم امیر نوکرتم و اومدیم یه مقدار در مورد مسائل روز، مسائل رفاقت و گرونی ها، اتفاقاتی که هستش صحبت کنیم و در کل سعی کنیم یه مقدار رفاقت رو به طور درست جا بندازیم با نشون دادن این که چه احترامی برای هم قائلیم، چه یه جور پادکست تور قراره بشه و امیدوارم که ازش لذت ببرید. یادتون نره که چنل حتما سابسکرایب کنید، لایک بدید، یادتون نره خیلی عشقید و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. تو خودش میشه. نمیتونیم مثلا صندلی یه جوری بذاریم که اینجوری بشه؟ نمیشه. خب یک دو آم علیکم، خوش اومدید به اولین برنامه رفاقت، خوش اومدید به اولین برنامه صداقت، صمیمیت و دوستی مهربانی. حاجی الان تو نسل جدیدو خب رفاقتی درونشون دیدی یا نه؟ کوچیک‌تر از خودت ها رو، چیزی که نمیشه بگی مثلا ندیدم خب، ولی خب هستن کسایی که به اندازه مثلا شاید بیشتر از نوع رفاقتشون چیزه، ولی خب خیلی هم هستن که اصلا نابود و خیلی میدونید چرا کثیفی دارن. آره یه مقدار شرایط جامعه، شرایط مملکت یه جورایی معرفت از دل مردم برده. خب یعنی هرچی نسله که میره جلوتر مثلا یه حالتی میشه که کسی به کسی زیاد اعتماد نمیکنه یا مثلا فقط همه اسمی رفاقت میکنن. خب مثلا خدا شاهده بچه‌ها، من خودمو میگم، من رفاقتمو با امیر بخوام براتون بگم لامپمون یه ذره جلوتر تعریف از امیر نباشه. بنده یعنی دارم واقعا میگم 5 صبح، یعنی الان گفتم 5 صبح همه چی یادش اومد. خدا شاهده من 5 صبح افتاده بودم توی یک جاده خاکی به دور از شهر و خونه و فلان و این حرفایی، دور از آب، دور از برق، دور از انسان، دور از آب، دور از حیوانات هم اونجا نمی‌کردن، جیگر نشتن برن اونجا. حیواناتی بودن که مار پیدا کرده بودن اونجا، چند وقت بود مار پیدا کرده بودن اونجا، افیا پیدا کرده بودن اینا. ساعت فکر کنم 5 صبح بود، 4-5 صبح بود. ببین رفاقتمون یه جوریه. خب من 4 و 5 صبح فکر کن تو اونجا افتادم، پام شکسته، بعد کسی رو ندارم. خب 2% گوشی من شارژ داشت. خب یعنی لحظه ای بود که من دیگه گفتم پیش خودم، گفتم آقا یا علی مدد، خدا نگهدار، فقط در زندگی خدا نگهدار، یعنی خداحافظ. چون به خدا توی اون سرما و اون خودت اومدی دیدی دیگه وضعیت منو، راه نمیتونستم برم اصلا، 4 دست و پا هیچ جوره نمیتونستم حرکت کنم، فقط افتاده بودم با 2% شارژ گوشی و سرمایی که اگر من تا 1 ساعت دیگه اونجا فکر میکنم میموندم علنا قلب وای میساد از کار، یه همچین حالتی بود، منجمد میشه. آره یعنی رفاقتی اینجوری بود که من پیش خودم یه لحظه به قرآن خدا شاهده گفتم که بعدش نمیتونی گفتم که بذار من این همه مثلا رفیق فلانی حرفو میکنم، اینا مثلا به رفاقت و اینا توی محل و اینا معروفم، 2% که بیشتر ندارم، بس تو مخاطبین یه نگاه بندازم ببینم کسی هست. اما الف امیرم سیو کرده بودم، همینجوری رفتم پای اومدم بالا، چشم خورد به امیر، بعد گفتم حاجی الان امیر کسی که من با 2% هم به زنگ بزنم هم جواب میده هم میاد. چون ببین اینجوریه، یعنی رفاقت یه حالتی باشه که تو گیری میدونی طرف میاد. خب و به زور و دردسر و اینا آدرس دادم، اومد منو پیدا کرد، حتی با 1% دیگه تموم شد. یعنی من چراغ قوه گوشیمو گرفتم، لحظات آخر تو با ماشین اومدی چراغ قوه گوشی رو دیدی، گوشی شارژش تمام شد، گوشی شارژش تمام شد و منو پیدا کردی و اومد قشنگ این بچه‌هایی که توی فندق میگیرن اینجوری ما رو براش گذاشت ماشین، رفت در خونه گذاشت و دیگه قشنگ تا دم در خونه برد، یعنی توی خونه هم حتی برد، توی خونه برد گذاشت و رفت تا فراش که ما رفتیم بیمارستان و فلان این حرفا. و دارن رفیقای اینجوری نسل جدید به نظرت؟ کم نمیشه گفت نداره. درصدشون. آره
ببین الان اوضاع اینجوری شده. من امروز با این مدیر مدرسه قبلی که داشتم صحبت می‌کردم، خب دیگه الان سنمون مدرسه گذشت، رفتم به هوای دلتنگی اینو اونجا برطرف کنم. مدیر مدرسه گفتش که الان مثال میزنم خیلی به جمع و اینا هم نه، مثلا یک کلاس از 4 کلاس مثلا اینجوری بود، میگفت دهمیای اینجا مثلا چه میدونم فلان کارو میکنن فلان کارو میکنن. خب چاقو خودشون میارن اصلا یه کارهای عجیب غریبی میکنن که اصلا پشم آدم میریزه. من برایشم گفتم قشنگ یعنی به ریشه ترین نقطه اشاره کردم. گفتم ببین الان آقای مدیر شرایط جامعه و مملکت ما جوریه که ننه و باباهه یه جوری افتادن دنبال پول که بتونن خرج زندگی رو در بیارن که وقت نمی‌کنن بچه رو تربیت کنن، وقت نمی‌کنن اون جوری که باید تربیت کنن و حتی بچه‌شون رو بزرگ کنن و یه سری چیزا رو بهشون یاد بدن. بچه که مثلا 14 سالش میشه دیگه ولش میکنن به امون خدا و فکر میکنن که تربیت رو دیگه اونجا مثلا تو این 14 سال آره در حقش کامل کردن و فلان حرفا که این واقعا درست نیست. من اگه پدر مادر این ویدیو رو میبینه پیشنهاد میکنم که توی تربیت بچه‌ها خیلی دقت کنید، چون ذاتشون رو درست بار بیارید، بهشون مهربونی یاد بدید، بهشون محبت یاد بدید، بهشون معرفت یاد بدید بهشون که آدمی باشن به نظر من آجی برای بقیه قابل اعتماد که هر کی طرفو نگاه میکنه بگه بابا ایول هنوزم آدم خوب تو دنیا وجود داره. خب و این اگه ادامه پیدا کنه من نظر من خیلی خوب میشه. یه سوالی که ازت دارم اینه که ویژگی‌های کلا توی این مثلا چند سال ما الان رفیق ما بند ناف ما با هم دیگه رفیقیم، هم اولین رفیقم هم بهترین هم با هم خیلی آره با هم داریم، یه فامیلی هم با هم داریم، نوه دایی بابام، نوه عمه مامانم آره نوه دایی بابام میشه آره. و تو این چندین ساله منو چجور آدمی دیدی؟ اصلا خودتی و دیگه میکروفون حاجی بد و خوب نه همه رو بگو. حاجی اخلاق بد خدا وکیلی نداره تو این چند سالی که با هم بودیم حرفا، ولی یه مثلا اخلاق به نظر من خیلی اخلاق خوبی هم هست. سعی میکنه با چیز نباشه، اینکه بخواد کاری انجام بده ریا نکنه کارشو. آره این به نظر من هم میتونه اخلاق خوبی باشه هم میتونه بدی باشه. خب ولی به نظر من خوبه، شاید به نظر یکی دیگه بد باشه، به نظر من خوبه کارو انجام میده. مثلا میگه من فلان جایی گیرم اوکی، مثلا من میام تو او چیزت میکنم اوکی میکنم تو کار آره. ولی مثلا حالا خلاصه بگم کسی نیستش که بخواد از موفقیت رفیقش بدش بیاد. آره این وقتی میدونه آقا مثلا من میرم عرفان پیشرفت کنه من پیشرفت میکنم. آره واقعا. یا من پیشرفت کنم عرفان پیشرفت میکنه یا بچهای دیگه رفیقای دیگه. آره واقعا یعنی یه همچین جوری هستیم با هم دیگه. اخلاق بد و هرچی ها تو دلت نه خدای اخلاق بد عرفان نداره. اخلاقی که خوبه ولی به نظرت بده ندارم، از نظر خودت بد باشه. یه چیزی که یادمه کنم 7 سال پیش بود با حاجی سر فوتبال بود فکر کنم، سر فوتبال بود که این حاجی که برای من یه خورده با هم بی‌ادبی کرد، گفت چرا درست دروازه‌بانی نکردی. آره بعد از دم زمین فوتبال تا دم خونه ما قرض کرد ولی با هم بیومدی با هم ولی با هم قرار بود سوالی نه چیزی که دیگه من رفتم خونه. بعد تا اولوش یه 2 ساعت بعدش من دارم خونه‌شو گفتم بالاش بیرون بریم دوری بزنه دیگه همونجا رو هم دیگه رو بوسیدیم و آشتی با هم می‌گشتیم دیگه. آره رفتیم بیرون و چرخ کردیم و جاتون خالی دیگه. چی گرفت؟ نه 6 سال پیش نه 6 سال پیش بود بیشتر خیلی. من اصلا فوتبالی نیستم خودت میدونی، اون موقع بودم اون موقع یه گذشته خیلی دوری بوده که من فوتبالی بودم موقع سر دروازه نمیدونم یادم نمیاد یه چیزی بود ولی آره یادمه که اسامت هم بود تو اون قضیه و بعد من رفتم دنبالش این نیومد جلو در گفت من میدونم امیره نمیاد بعد من احسان و فرستاد برد به زور اینو آوردش به زور تو خونه آوردش دیگه روبوسی کردیم و آشتی و الان دیگه هیچ قهری با هم نداریم و قهر بابا اصلا بچه‌هاست چیه بابا بچه بودیم. خب بچه بودیم. من همیشه بچه‌ها باورتون نشد به غیر از اینی که گفت من یادم نمیاد با هم قهر کرده باشیم. اونم قهرمون 1 ساعت بود.
آره اگر نه میکردیم قهر میکردیم مگه کلی دعوا کردیم ولی قهر نه. آره سر چیزای مختلف، سر مسائل مختلف. آره سر اینکه آقا این گوشی بده این گوشی خوبه. آره واقعا آره سر کلیپایی که میساختیم مثلا برای افعال وقت بشه توی کامپیوتر هستش یه فیلم خبری مثلا ساختیم برای اون موقع اونو توی یوتیوب میذارمش. ولی ویژگی‌هایی بود که گفتن نظر من، ولی یه سری ویژگی‌های واقعا خوبم خودش داره. خب که حالا مثلا به من برمیگره میگه، به من مثلا برمیگره بعضی موقع میگه حاجی تو مثلا بدیت اینه که بیش از حد به یه سریا محبت. آره و نمیدونم حالا این همچنان نه، چون من این که بهش میگم چون خودم تجربه کردم محبت به بعضیا زیادیش مثلا کلا همه چیز زیادی بده. یعنی حتی بهترین چیز مثلا چیز خوب مثلا میگه آقا داروه دیگه، تو دارو هم بیش از حد بخوری اون اثر رو نمیذاره. مثلا چیز خوب سبزیجات، میوه چیز خوبه دیگه. آره ولی زیادیش خوب نیست. آره واقعا. یا مثلا همون یه مواد مخدر که دیگه کلا همون کمش هم بده یه چیز زیادش. آره عادت هم دستمون به کم نمیرم، دستمون به کم نمیره. عادت داشتیم تو محبت کردن کلا واقعا صدی میذاشتیم، یعنی اینجوری نبودیم برای بقیه، برای خودمون خیلی راحتیم با هم دیگه. خب امیر داشت کسیه که اومده الان پیش من تو خونه نشسته داشت 1000 تا کار، چه میدونم غذامون رو با هم دیگه خوردیم، چه میدونم این برامون رو با هم دیگه رفتیم دوزگی نسیم فلانی حرفا رو کار نرم. ولی واقعا اخلاق، حالا سری اخلاقیات خوبم خودش داره. خب ما اخلاق خوبی نداریم. نه بابا و یکی از اخلاقای خیلی خوبی که به نظرم از تو این 14 سال دیدم جا نزدنه. خب یعنی جا نمیزنی از چیزی به قرآن. یعنی مثلا تو من یادمه مثلا داداشش بچه بود عشق تریلی داشت. خب خودم داشت من نداشت حالا اون نداشت ولی این داشت و تا الان هم داره و مطمئنم تا آخر عمر گرامی هم خواهد داشت. و جا نزدن یعنی مثلا تو رفاقت هم اینجوری نبوده که آقا قرار که پیش میاد مثلا من یه وقت دوری کنم خودش نیاد، یا مثلا این یه وقت دوری کنه من نیاد، یعنی جا نمیزنه واقعا. و توی معرفت واقعا خیلی جا میگم نزدیکترین رفیق منه، خیلی جا خودش رو ثابت کرد. اصلا بحث ثابت کردن نیستا، خیلی جا داداش تو هر چقدر بخوای خب خودتو تو قلب طرف میبری بالا دیگه، خودتو پیش طرف خوبه داستان میکنی. خب وقتی خوبه داستان باشی ذاتن و واقعا خدا رو شکر میکنم که رفیقم باش، خیلی با هم چرت و پرت میگیم، نوکرتم مسخره میکنیم خیلی هم و چرت و پرت میگیم با هم دیگه، غممون با همه، شادیمون با همه و واقعا هیچ چیز پنهونی هم دیگه نداریم. خب و چندین ساله که با هم رفیقیم، واقعا بند ناف ما الان 19 سالمونه، بند ناف با هم رفیقیم و یه چیز جدا نشدنی هستیم توی بچه‌های خودمون. یعنی هر کی اومد بین ما تفرقه بندازه نتونست. آره ما خودمون تفرقه انداز بودیم بین ولی هر کی اومد بین ما دوتا می‌خواست تفرقه بندازه واقعا نتونست، چون اصلا 0 و 100 همو بلدیم. آره میخوام بهتون بگم که توی رفاقتاتون که میکنید اولا از خدا بخواید که آدم خوب برای رفاقت پیشتون قرار بده. خب دوما بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، من زیبایی ظاهری ندارم خب هیچ کدوم ندیدم. خب بچه‌ها متاسفانه ما توی امروزمون اگر ظاهر طرف خوشگل نباشه نمیذاریم خوشگلی باطنیشو نشون بده. خب واقعا فارغ از هر تیپ و قیافه‌ای، هر ملیتی، حتی رفیقی پیدا کنید که رفیق باشه، خب مرهم زخمتون باشه و 10 برابر آورنده شادیتون، که داشت تو به یه جای رسیدی برگردی بگی به این میرسه که مثلا تو فلان شادی من شریک من باشه. حتی من خودم یه اخلاقی که توی رفاقت مثلا خود امیر داره یا خود من دارم اینه که توی غممون هستیم با هم، خیلی چیزا با هم دیگه میگیم، ولی خب توی یه سری از غمامون سعی میکنیم دوری کنیم که اون یکی رو ناراحت نکنیم. خب
و مثلا میگیم من بذار اگه ناراحتی مال منه بذار خودم ناراحت بشم، امیر مثلا ناراحت نشه تا من یه خوشحالی بهم برسه بیاد خوشحال بشه. خب و اون خوشحالی رو با هم دیگه داشته باشیم. سعی کنید توی زندگیتون، توی آدما، توی روابطتون، توی رفاقتاتون مخصوصا بگید، بخندید، بزنید تو سر کله هم دیگه، چرت و پرت بگید فلان و یه حرفا با هم دیگه، ولی هوای همو داشته باشید. من بگم سعی کنید واسه رفیق انتخاب کنید، رفیق انتخاب نکنید که مثلا فقط تو خوشی‌ها باشه. الو عرفان داریم میریم باغچه میای؟ آره چرا که نه. الو محمد داریم میریم باغچه میای؟ داریم میریم کافه فلانجا بیسارجا میای؟ آره چرا که نه. ببین تو خوشی همه هستن، تو خوشی ها همه هستن. رفیق انتخاب کن که تو غمات باشه. موقعی که حالا از یه چیزی ناراحتی، هرچی وضع اقتصادی، وضع بالا مشکل خانوادگی اصلا طرف داره، بتونی بهش اعتماد کنی، مثلا حرف بهش بگی. آره واقعا سعی کنید توی سینه هاتون صندوقچه اسرار باشید برای همه و یه آدمی باشید که داشت طرف بیاد ببیند برگرده بگه هنوز هم آدم خوب تو دنیا وجود داره. خب به خدا ضرر، ببین شاید از خیلی چیزا ضرر کنید ولی از این که رفیق خوبی انتخاب کنید و پاش بمونید ضرر نمی کنید. اصلا نباشه نمیشه. خب یعنی حال نمیده زندگی. شاید یه بخش زیادیش به همین ارتباطه و رفاقتایی که با افراد حتی بیرون خانواده داریم. خب و اصلا حال نمیده ما مثلا یکی رو بیرون خانواده‌ام نداشته باشم، مثل امیر که حالا جزء خانواده‌ام حساب میشه، در کل دارم میگم، نداشته باشم که مثلا برم باهاش مثلا این طرف برم اون طرف، یا حتی خیلی غمامو بهش بگم، خیلی غماشو بهم بگه و مرهم زخم هم دیگه باشیم، داش فایده نداره. یه فیلمی بود تو اینستا من دیدم، بعد دکتر روانپزشک بود، برگشت گفتش که زنه گفتش آره پسر من افسرده شده فلان حرفا، نمیدونم دکترای فلان چیزو داره، دکترای فلان چیزو داره پسر، ولی افسرده است، همش تو خونه است. بعد روانپزشک یه حرف قشنگی، یه سوال قشنگی ازش پرسید، گفت پسرتون رفیق داره، دوست داره که باهاش بره بیرون؟ گفت نه. گفت محدوده، پسر من محدوده، از خونه مثلا نمیتونه بره بیرون. یعنی پسر من میخواد بره بیرون باید بره سر کار بیاد، یعنی که با رفیقش بره کافه یا بره مسافرت بره یا مثلا بره باشگاه، محدوده. آره. بعد دکتر برگشت گفتش که شما مغز بچه‌تون رو کوچیک کردید. آره. ما به دنیا نیادیم که فقط درس بخونیم یا مثلا فقط این کارو بکنیم، دنیا اومدیم لذت ببریم از زندگیمون. آره واقعا. هر کی به هر دین و هر عقایدی که داره، یکی سنیه، یکی مسیحیه، یکی اسلامه، یکی اصلا هیچ دینی نداره فقط خدا رو قبول داره، یکی اصلا هیچ چیزی قبول نداره. آره واقعا. ولی خب با هم سعی کنید بسازید. مثلا شاید من مسیحی باشم، عرفان مسلمان باشه، ولی با هم میسازیم. آره. شاید اعتقادات دقیقاً همین الان هست، این اعتقادات عرفان با اعتقادات من فرق میکنه. مثلا عرفان خیلی مثلا هیئتی و مثلا بره هیئت و فلان حرفا، ولی من اونجوری نیستم. بودم. آره. بود، اونجوری بودم. ولی از اون کشیدمش بیرون. آره. به راه راست هدایتش کردم. یعنی نه اصلا بحث به راست اینا نیستش. گوشی من افتاد. از گوشی دیگه چیش نمیشه. من یاد اون لحظه که گوشی چه با پالا برشو داری. نه بحث اونش نیست، ضربه زد، تو خود دیدی دیگه. آره دیگه. زدن 8 سال زدن به من. 8 سال تموم ضربه زدن به من و من باعث شد که حس خوبی نسبت به اون داستان نداشته باشم. ارادت قلبی رو دارم به اونا، مثل تو. ارادت فقط درد ارادت قلبیه که مثلا میگم آقا هستن و من ارادت دارم بهشون و دوستشون دارم، ولی دیگه بخوام هی خودم رو درگیر این مسائل کنم و فلان و این حرفا نه واقعا، چون خیلی ضربه زدن. آره دیگه. تو یعنی از نزدیکترینای من شاهد بود واقعا، یعنی گریه های منو واقعا اصلا یه چیز اعصاب خوردیه، اصلا یه چیزای عجیبی غریبی داشت برام اتفاق میفته که من گفتم بابا ولش کن بیخیال، این عشق تو وجودم نم نمیشه گفت به این رفت ولی مثلا در حد همون دورا دورمون میگن دوری و دوستی. آره دیگه. در مورد اون داستان و اونها باعث شد که من دوری و دوستی رو براشون انتخاب کنم. گفتم که مثلا میشه خودم نباشه و فلان این حرفا. حالا یه سوال، عشق رو میتونی فراموش کنی؟
دارک شد بچه‌ها اینجا حتما گوش کنید. عشق به چی؟ عشقی که داشتم به عشق به هر چیزی، به این موبایل، به این ساعت، به این با هر به جنس مخالف، هر چی، ماشین، هر چیزی میتونه باشه. ببین حاجی، ولی عشق واقعی ها، نه عشق بچگی. عشقو از نظر من شما به دو آدم تقسیم میشی، خب یعنی قبلش یکی دیگه ای، بعدش یکی دیگه ای. خب حالا بستگی داره بعدش نسخه بهتر از خودت باشی، خب یا بهتر از اون قبلی. آره بعدش مثلا داشت، مثلا من بعد از شکستایی که خوردم و فلان حرفا، هر لحظه یه چیزی از من میرفت. خب یعنی با هر عشق به هر چیزی که تو شکست میخوردم، هر یه ویژگی تو وجودم از بین میرفت. خب ولی عوضش عشقو میشه فراموش کنی. نمیگم نمیشه فراموشش کرد. یه غمیه تا یه طولانی مدتی از باهات، یه افسردگی فوق العاده شدیدی هستش باهات، میشه فراموشش کرد. ولی این بهت درس میده و باعث میشه بزرگ شی، باعث میشه که یه مقدار بیای تو سن بالاتر بفهمی که آقا هر چیزی رو عشق نورزی. خب به هر کسی، به هر چیزی عشق نورزی و سعی نکنی که آدمای دیگر رو مثل خودت پاک و با لیاقت اون عشقی که تو دارن ببینی. اینا رو یاد میگیری اما دیگه هیچ وقت آدم ثابت نمیشی. میتونم بگم به جرئت که نظر آدم ثابت نشی بهتره. یه تغییر خوب کنی. آره نه که تغییر بده، یه تغییر خوب کنی. ببین تغییر اول آخر خوبه. خب یعنی تو روح خودت بزرگ، نه تغییر بدم هست. آره همون، نه الان اومدم اینو بهت بگم فرقشون چیه. روح خودت بزرگ باشه، بعد از اون شکسته واقعا میریزی به هم. شاید 5 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال میریزی به هم، چندین سال. ولی بعد از اون مدت که بگذره دیگه، عشق از وجودت بره، حتی به جاش نفرت جاشو بگیره، یه درسی هم با اون نفرت اومده توی وجودت که تو رو بزرگت کنه، که به تو بگه بابا این درس رو بهت داد، مثلا داشتم دیگه من مگه نداشتم. عشق به همون دم دستگاه، هم اون چیزی که تو گفتی، هم به رفیقایی که اشتباه انتخاب کرده بودم. میدونی دیگه صدمو میذاشتم، عشق همه جوره فلان یه حرفا، ولی بعدش که خوردم ضربه ازشون و ولم کردن، واقعا خیلی دوران سختی بود پشت سر گذاشتم. از هر لحاظی بخوای حساب کنی من یه آدم افسرده بودم که افتاده بودم و اینا، ولی بعد دیگه توی اون تاریکیه و توی اون افسردگی نوری رو پیدا کردم به نام خدا و اون اومد تو وجودم و باعث شد که من بدنم دوباره، رگای قلبم شروع کنه به راه افتادن و دوباره بلند شم و بفهمم که زندگی اینقدر سخت و اینقدر عجیب غریب نیست. عشق هست، نه که نباشه، کمه آدمش باید باشه دیگه، یا اون چیزی که باشه لیاقت عشق تو رو داشته باشه. نظر درباره عشق امروزی چرت اصلا. چی دیدی ازشون؟ هیچی توشون ندیدم. داشت تو حساب کن، تو خودت اینم زحمت کشیدی، کار کردی، نمیدونم عشق چیزا رابطه جنس مخالف من هیچی توش نمیبینم. من اینجا تو این ویدیو اعلام میکنم، ممکن خیلی ازم ناراحت شن، ولی من هیچی توش نمیبینم واقعا، چون دیدم که به خاطر نفعت میان، یعنی نفعشونو توی تو میبینن که میان، چیزی که بخوان تو رو دوست داشته باشن نداره. بعد مثلا انقدر الان چرت و پرت تو یوتیوب و تو این کامیونیتی و توی اینا پیشرفت کردن، مثلا طرف میاد میگه پسری که فلان باشه کنسله، یعنی به قرآن آدم حالش به هم میخوره. دختر خوبم خدا وکیلی هست، چون من دیدم به چشم خودم، حتی همین برنامه اینستاگرام پسر گفتش من پراید دارم، اسنپ کار میکنم، دختر گفتگره. آره پسر گفت آقا اوکی، من دختر گفت آقا اوکی من باید میمونم، چون خودم یه آدم متوسطی ام، دست بالا نیستش طرف. اصلا ببین تو اینو دست بالا بگی، تو دختر رو دست بالا بگی، پسر هم دست پایین حاجی، هم اگه عشق باشه، هم دوستش باشن، اصلا هیچی نمیتونه جلوشونو بگیره. من روابط امروزی رو چرت میبینم، چون همش پایه های عشق و بنا نهادن بر این که
فلان چیزو داشته باشه، فلان چیزو داشته باشه، حداقل منو انقدر جا ببره، حداقل انقدر برام خرج کنه. بابا داداش هفته 5 میلیون 10 میلیون برام خرج تو کنه. خودت حال تو اگه تو این رابطه ای خودت حال میکنی که طرف مثلا بیاد فلان کارو براش انجام بده، یا حتی طرف فلان کارو برات انجام بده ولی خود درونیت و خود وجودیتون رو دوست نداشته باشین، عاشق خود وجودیتون نباشین، با هر مشکل و با هر ایراداتی که دارین. بابا این عشق اصلا اسمش نمیشه داشت عشق گذاشت. تو لذت میبری یا نه فقط به جهت گذران زندگی، به جهت اینکه مثلا حالا من مثلا با یه دختره هستم. داداش نمیشه، به خدا که نمیشه. تو زندگی نمی‌کنی. اگر تو همچین رابطه‌ای هستی و اگر تو یه پسر دختره رو به خاطر خودش و توی دختر پسر رو به خاطر خودش دوست نداری، کاملا زندگی در تباست. اصلا تو عشق رو تجربه نمی‌کنی. عشق چیز خیلی شیرینیه ولی تو تجربهش نمی‌کنی. اگه همدیگه رو بخواین اصلا اینجوری نیستش که فلان چیزو داشته باشه فلان چیزو داشته باشه. عاشق خود طرفی، خود طرف، قلب طرف قلبشه، چه می‌دونم مغزشه. یعنی یکی که مثلا مثال میزنم من عرفانو دوست داره، چه میدونم این قرصوشانی که مثلا دارم خالی هم اسپالته اینو دوست نداره، منو دوست داره. چقدر شیرینه، چقدر قشنگه، چقدر حال میده بهم. و من حتی طرفو به خاطر فلان اندام جنسیش، به خاطر بابای پولدارش، به خاطر چه میدونم مثلا ماشینش، به خاطر شرایط زندگیش دوستش ندارم. طرفو خودشو به خاطر خودش دوست دارم. یعنی چجوری باشه؟ یعنی اینکه حاضرم طرفم مثلا پولدار همه جوره. خب عشقو چجوری ثابت کنی در حق خودت؟ طرفت پولداره، تو مثلا فکر کن توی رابطه‌ای طرفت پولداره، حاضری طرفت با هیچ چی بیاد تو زندگیت؟ اگه حاضری تو عاشقشی و اون عاشقته، با هیچ چی از خودش بیاد تو زندگیت، خب هیچ نفعی برات نداشته باشه، فقط دوستت داشته باشه و دوستش داشته باشی، من بهت میگم که تو آدم خوشبختی هستی، چون داری عشق رو تجربه میکنی. تو روابطو چجوری میبینی؟ اکثرا که بالا تو چرت و پرت به خدا. اینکه تو این دور زمان دیگه کم اعتماد سخت شده، مخصوصا جنس مخالف. که آره بابا، چون بالاخره حالا چیزایی که هست خودتون اگه کوچیک‌تر از مایید که بزرگ میفهمید داستان چه قراره. آره بابا. اگر هم که بزرگتری که خودتون میدونید دارن چی کار میکنن، چجوری هست اوضاع خیلی بد شده. دختر 14-15 ساله بلند میشه میره مهمونی پارتی شب تا صبح، تو بغل دوست پسرش گل میکشه، تو بغل 10 تا پسر دیگه. خب اون چجوری میخواد پس فرا مادر شه؟ یا اون پسر چجوری پس فرا میخواد پدر شه؟ واقعا من شاید به جرئت بتونم بگم و این چیزایی که تازه مد شده، مثلا من به اعتقاد کسی کار ندارم پسری که گوشواره میندازه فلان، یا نه کسی که مثلا پسر خودش شبیه دخترها میکنه، دختر خودش شبیه پسرها میکنه. خب بابا پس برای تو الان مثلا تو اعتقادت اینه، پس برای اعتقاد عوض شه، شاید بخوای مادر شی، ازدواج کردی، شاید مادر شدی، به چه شاید پدر شدی، به چه رویی میخوای زندگی کنی دیگه؟ یا اون دختری که مثلا میره تو پارتی از خودش فیلم میگیره، رقصیدنش فیلم میگیره، از چرت و پرتایی که میگه فیلم میگیره. نمیگی پس برای که من مادر شدم، پسرم، نه پسر خواهرم یا فامیلم یکی اینو ببینه زشته. خب واقعا حیا نمیدونم آفرین اینا کجا رفته؟ حیا و آبرو اصلا همه اینا خیلی وقت در بین رفته. خیلی ریشه هم داره. آره بدون اون که برایشم بهت گفتم ننه بابا وقت میکنن تربیت کنن، دو این که داداش وضعیت اقتصادیه. آره وضعیت اقتصادی هم هست. به قول تتلی که میگه گرون میشه نمیدونم. آره بابا همین بچه 9-10 ساله داشت تو بیکا الان 10 تا دوست پسر داره. دخترم عزیزم نکن تو نمیفهمی تو این جامعه چه خبره، نکن. بعد خیلی هم اصلا ضربه میخورن ها. یعنی بابا دختر 12 ساله میره زیر پسر. بابا تو یه چیزی داری به نام اینکه نباید دستش بدی،
پس فردا اصلا اون هیچی با ببین اصلا خارج رو بخوای عزتت میره بچه داداش. خارج اصلا بخوای نگاه کنی مثلا آقا میگه خارجی فلان کارو میکنن، باش خارجی 18 سالگی بعد این کارو میکنن. آره قبل 18 سالگی حالا هزار تا شاید اونجوری نخورن مثلا. آره ولی خب اصل کاراشون 18 سالگی بعده. مثلا کجا بودن چه کشوری بود شما تا 18 سالگی نمیتونی سیگار بکشی، الان میاد اینجا پسر 9 ساله 10 ساله سیگار هستش و افتخارم میکنه که داره سیگار و خاک تو سرت میکشه. خاک تو سرت نکش. چه افتخاری داره مثلا. و الان نسل آره دیگه الان نسل اینجوریه بزرگ شدن گنگ دختر پول پارتی چو نمیدونم فلان با دوست دختر کلا اصلا 9 سالشه حاجی به آهنگا هم به سن تکلیف نرسیده. آهنگا هم رپ داره. رپرای نسل جدید دیدن. من همین الان میگم تو همین ویدیو اگه به دستشون هم رسید من هیچ از ترسی ندارم بابا. اصلا داشت ترس چه آخه حقیقت جامعه خیلی چرته. یکی از رفیقای ما که آقا جیم میدونه از اینا گوش میده و خودش میگه اینا چرت و پرته. بهش میگم خب چرا گوش میدی آقا؟ هر کی خب سلیقه‌ای داره. آره مثلا من سلیقه‌ام قدیمیه، عرفان هم قدیمیه هم رپ قدیمه. آره من خودم هم رپ قدیم هم موزیک قدیم، هایده، همیرا، آره. معصی، حسن، شماعی. آره یا مثلا یکی دیگه رفیق معین چیزای قدیمی. دورش تو ولی این یه دونه رفیق تو ما این حرکت واقعا خیته. همینجا بهت میگم آقای عابدی، آقای گفتم دیگه آقا حسین عابدی واقعا به خیال شو آهنگات. یک مغز ما رو مورد عنایت قرار دادی. دو تو ماشین بله کلا همه جا. آره اینجا نشستیم مثلا تو پارک نشستیم یا قدم داریم میزنیم این آهنگ میذاره چرت و پرت. نمیدونم چی کلاج بگی برات کلاج بگیرم دنده میگم کلاج بگیرم. آره. دنده میدی برات ببینم. خب که چی آخه یعنی چی بابا بیبرو هایدر رو کن 60 سال پیش 50 سال پیش میگه از زندگی اصلا تو روحت پرواز میکنه. روزه خداحافظ. آره به نظر من آخر هایده امام بود و مولا هایده امام بود میدونست قراره چه بلایی سرمون بیاد. بابا روزه روشن خداحافظ. اصلا واقعا الان سلایق خیلی فرق کرده. آره سلایق نه من به همه سلیقه ها واقعا احترام میذاریم. خب فقط یه پیام دارم برای نسل پایینترمون و پسر بچه ها و دختر بچه هایی که هستن. بچه ها اول و آخر زندگیتون خودتونین. خواهش میکنم با دستای خودتون به فناش ندین. بچه ها خیلی چیزا گندگی نداره. سیگار گندگی نداره، دود گندگی نداره، دعوا چاقو بگیری دستت بری این ور بری اون ور اینقدر اولو بیشتر قد نداری یا مثلا نمیدونم فلان کنی فلان حرفا. اینا گندگی نداره، اینا آنتن نمیده. گوش کن پسرم، گوش کن دخترم. چاقو کشی و دعوا که شما اصلا که اونا دیگه دورش گذشت. بابا دورش گذشت. الان نیازی کسی نداره دعوا کنه. الان یه دست اینجوری بزنی یارو 50 میلیون دیگه میگیرن ازت. یعنی اولا می‌خواست هم بگیره الان ازش بگیرم. واقعا اینجوریه. و دختر عزیزم خواهش میکنم نکن، یعنی نرو تو روبیکا سری فلان و این حرفا. اکثرا این تو روبیکا از روبیکا شروع میشه دیگه. از کرونا شروع شد. آره از کرونا شروع شد و اینکه اینستا رو براشون فیلتر کردن. آره و نکنید واقعا دخترم خوب نیست. نکنید این کارا رو. بذارید نترسید. بذارید یه مقدار سنتون بیاد بالا، عقلتون برسه، با عقل باز به جامعهتون نگاه کنید، جامعهتون رو بشناسید، بعد برید دنبال آدم مورد علاقتون بگردید با شرایط خانواده و رضایت خانواده اینا بعد. پس نکنید. یه خیلی چیزا خوب نیست. خواهش میکنم رعایت کنید. به خدا شاخ نیستید اگه الان با دختر اگه الان با پسر مثلا ارتباط برقرار کنید. آره دو طرفو دارم میگم. شاخ نیستید اگه این کارو بکنید. نکنید عزیزان من، نکنید. تمرکز کنید روی پیشرفت خودتون. بذارید به یه سنی که رسیدید اون موقع کسی که دوستش دارید نه بهتون نگه. همش همین گوشی هم شروع میشه. قبول داری؟ فکر کردی من چرا اینو گرفتم دستم؟ نوکیا ساده. یه زنگ میزنم یه پیام میاد تمام شد. آره
من دیگه گوشیم داره زنگ میخوره. بچه‌ها امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که چنل حتما سابسکرایب کنید، لایک بدید. یادتون نره خوشتون اومد بگین که پارت 2 هم بذاریم پادکستی اگر دوست داشته باشین میریم جلو با هم دیگه. امیدوارم که ویدیو لذت برده باشید و افاقا نداریم. افاقا داری؟ تا بگو. توی رفاقت کم ندارید. دمتون گرم. خدا خیرت بده. من نوکرتم عشق منی و امیدوارم که در پارت بعدی ببینیمتون. خداحافظ.